السلام علیکم تماشابینان عزتمند هواداران برنامه لحظه‌های گوارو. اینک نمایشی نوبتی لحظه‌های گوارو پیشکش شما. در اول همه شما را به مناسبت 25مین سالگرد استقلال جمهوری تاجیکستان تبریک و مبارکباد نموده به همه شما سلامتی، عمری دراز و تمام خوشی‌های زندگی را تمنا داریم. بگذار تمام عمر در لبان شما تبسم هویدا باشد. نصر جان لبای نمایش رو سر بکنیم یا اینکه اول چک چک؟ نه خانم را جان، مردم ما را در باد انتظار. اول نمایش. بله بگذار گفتید شود نمایش را آغاز بنماییم. مرحمت تماشا کنید و حلاوت برید. بله. رحمت بچه ها رحمت. الو داداش این من در استخانه. نه ماشین نزدم. استخانه پیش خانه کوچی فوچی که همه گردیش. نه ماشین نزدم. همه کوچه گذشتن ده. نه آخه نزدم ماشینه. شما یک بار بیایه پایان خانه که استخانه. تیز بیایه. فهمیدم داداش خوب. نه مرد قطیقی استای ماشینا. السلام علیکم. شما استا کلان نه؟ استاد. وای اکی استا همین ماشین من یک میدیدی؟ چو کرده ماشین همه کوچه گذاشتن که یک اتاقی ماشین همه تلقص آواز برآمد. از کجاش؟ اپایانی ماشین اپایان. چرا تلقص کرد؟ او تلقص کرد. منم آمدم استاد جان. همه خستم و تگ ماشین نگاه کردم که یک قسم ماشین زمین ده افتیدگی. از کجاش افتی؟ نمیدونم استاد جان. همون پایان نه؟ پایان یک قسم احتیاطی همون برداشتم و پشتی ماشین گرفته آوردم. کنی همون قسمی تو؟ من بیا نشان کم بیا دوست جان بیا. انا بیره بازور برداشتمی. همین؟ همین استاد جان. همون قسم احتیاطی همین؟ همین استاد جان. استاد یا این قسم احتیاط شما نداره. نداری؟ نه نداره. حالا که بای راش هست. خانم زیبا اگر شما همون اینتری بدرهای کارخانه همین ماشین سازی با نباشه طلب میکنه و نباشه روی میکنن. تو با طلب میگیری که میچسبونه. چرا نه؟ رحمت استاد جان. پوزی وای شوهرم میبیون. همین گپایی که گفتی همون گپای گپ زنی شوهرم خود شما مصلحت میکنن استاد جان. شوهرتون؟ اون کس میفهمم با ماشینه. نه همون شوهرتون خودتون فهمونین. ما نداریم. استاد جان ما وقت ندارم. استاد کلان. استاد کلان. یه جوش نمیدک جان. من نزدم. من نزدم گفتم که من همین گردیش گشتن ده ماشین تقص کرد. یکی تگی ماشین نگاه کنم یک قسمی ماشین افتیدگی آورده استاد نشون دادم. استاد فقط خندید و رفت. کدام قسم؟ انا پشت ماشین. انا قسمی ماشین انا. همین؟ همین. بازور برداشته اومدم. همینه؟ مرده؟ داداش؟ چی داداش؟ همین. همین.
همین همین جا بیا اینا کجا افتاد بودی؟ او گردش خونه هم گردی گردش خونه خود ما همین کوچه گشتم که همین او گردش کوچه قایب روز در شد دیر شد اگه سهر اگه سهر سوز میکنی یاگو کس نبیند بدانیم چی؟ یا کس نفهمیده ندیده خای همون جایی که گردش و ترکاز کرد گو همینه برده همون جا با مون برای چی؟ جا بیا یا اون کس نفهمد نبیند او برای چی؟ این سرکشی کانالیزاسیون